What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. آره Iran, Iran, Iran. بزرگترین ترس بچه کشاماییم. حق داری به ترسی. تو زورت فقط به دستای خالی میرسید. رو بچه های غزه کشیدیم ملاف سفید، ولی وقتی نوبت وعده های ما رسید نتانیاهو چی شد سمت سوراخش دوید. یادت یا نه شکست پشت شکست، 12 روز جنگ کمر تو شکست. آخرش هم دیدی وضعیت شده خراب، رفتی التماس کردی برای آتش بس. اثر مخاطب اثر خالق اثر، سر رس مهمه که تابع همن. وقتی سعی کردی ایرانو بریزی به هم نمیدونستی که صاحب داره این وطن. خاموش کرد این آتیشو هم مثل قبلی ها. بچه برو تو سوراخت بزا باد بیاد. Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei,